مفتشان جنایت‌های جنگی روز چهارشنبه به شهرک بوچا در نزدیکی کیف رفتند و قول دادند با شروع کار کارشناسان قانونی دلیل جمع می‌آورند. دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت هم آنجا بود. هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم. دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند به تحقیق ادعاها درباره جنایت‌های جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. نه روسیه و نه آمریکا عضو این نهاد جهانی نیستند. یک دیپلمات بلندپای آمریکا گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دروغ میگوید که جنایت‌های جنگی در شهرهای اوکراین ساخته و صحنه‌سازی شده‌اند. جهان می‌داند که او مسئول ترکیش در ایستگاه راه آهن کراماتورسک است. او مسئول جنایت‌ها در بوچا است. او مسئول ویرانگری‌ها در ماریوپول است. مسئول ویرانگری‌ها در خارکوف است. کسی نیست که انگشت اتهام به سمت او کند و جهان این را می‌داند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که پوتین در دادگاه بین المللی محاکمه شود. کارشناسان میگویند تا زمانی که سربازان روس در وطنشان بمانند دسترسی به آنها تقریبا غیر امکان است. اما به گفته کارشناسان برگزاری دادگاه‌های جنایت‌های جنگی برای شرمسار کردن جنایتکاران منطقی است. برگزار کردن دادگاه‌های جنایت جنگی حتی در غیبشان می‌تواند تأثیری بازدارنده در میان مقامات سطح پایین داشته باشد که بگویند من نمی‌خواهم در برابر تعقیب احتمالی جنایت‌های جنگی آسیب پذیر باشم. این به آن معنی است که آنها مادام العمر در روسیه می‌مانند و این به ولادیمیر پوتین هم ربط می‌گیرد. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت ادعاها درباره جنایت‌های جنگی در شهر بوچا ساخته است ولی هیچ دلیل نآورد، هرچند صحنه‌های گورهای دسته‌جمعی و بیانیه‌های شاهدان دیگر چیز را نشان می‌دهند.